خیلی خوش اومدید. خیلی قربون شما. خیلی افتخار. خیلی آقایی. هیچی نداشتم، وجدانم چی با خالی از زنجان تا کرج پیاده اومدم، از کرجم تا تهران پیاده اومدم. دروغم ندارم که بهتون بگم. واقعا پیاده اومدم؟ پیاده اومدم. فقط یه خدا بیامرزه پدر مادرتون رو نگه داره، مادر منم خدا بیامرزه. اون 3000 تومان به من پول داد، اونم یه کیف کلمبیایی داشت اینجا، اونو به زور در آورده، دلش بیاد نیاد داد به ما. وامون 3000 تومان رو 2 تومنش دادم، یه 2 بسته سیگار خریدم انداختم تو کیف یخم، بلند شدم اومدم اینجا. بلند شدم سیگارم تمام نشه. ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. آقا اجازه بدید با اون 3 تومنه اون موقع نمیتونستی ماشین کرایه زنجان تا کرج پیاده؟ سیگار واجب سیگارم آوردم دیگه نشون نده خب. خیلی ممنون. تشکر. خیلی ممنون. همه جا رو گشتم، ولی به کسی نگفتم مثلا به من نون بده فلان. ولی خدا پدر مادرش بیامرزه. یکی خیلی گشتم بود، دل در گرفته بودم از گشنگی، داشت پیتزا گرفته بود، پیتزای 2 نفره گنده به ما داد. آقا ما خوردیم، گفتیم خدا پدر مادرش نه بیامرزه، اینو داد ما خوردیم، ولی سیر نشدیم. ولی سیرم نشدیم. آها. زندگی تشکیل دادی، بچه دار شدی، بله. خونه خریدی؟ بچه دار بودم، ولی بچه دار بودم. والله آقا وایسی یادمه. چرا؟ یعنی چی بچه دار بودی؟ نمیفهمم. من زن بچه‌م دستمالشون گرفتم بردم گذاشتم خونه پدر خانومم. بعد گفتم والا خرج اینا رو نمیتونم، با یه بچه دادم بهتون، اونا هم تحویل گرفتم. خب منم بیخون بودم دیگه. چند سالگی ازدواج کرده بودی؟ من 14 سالگی. ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. واقعا؟ بله 14 سالگی زندگی. بعد چند سالگی بچه دار شدی؟ من 14 سالگی زن گرفتم، بعد 16 سالم بود خدا بهم یه دختر داد، الانم اینجاست. بعد خیلی هم دوستش دارم، عاشق این یه دونه بچه‌م دیگه. همین دختر خانمتون که اینجا وایساده دیگه نگرانه. خیلی خوب. سلامت باشی. می‌خواستی بگی اما چرا اینجایی؟ داشتی توضیح میدادی، بگو. بله چرا من اینجام؟ والا نشستم تلویزیون داشتم نگاه می‌کردم برنامه شما رو، یا دیدم بابا هر کسی یه شمشیری یه فلانی مثال برداشتن اومدن اینجا. گفتم بذار. خیلی ممنون. تشکر. خیلی ممنون. گفتم آقای رحیمی اگه اجازه میدی منم این کل قهوه‌خونه رو جمع کنم ببرم واسه این برنامه. خب چه بیای چیکار کنی؟ بیام اجرا کنم. بسم الله نفر یه چای بدم. علی جان تو بذار چای هیچ کاری نکنه این بامزه. جونم علی خودت روزی شما حرف بزن من کارمو میکنم. بذارید ازش بپرسم علی روزی چند تا چای خودت میخوری؟ شما من خودم 150 تا. 150 تا. علی جان احسان جدی میگی؟ جان احسان نه، جان خودمو میگم. 150 تا روزی؟ آره. آقا بده که برای معده خیلی. والا برای معده واسه من ساخته. روزی 150 تا چای؟ بله میخورم. آقا با اجازه همگی. خیلی نوکرتم. غلامتون. خیلی آقای. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. دست داد. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. احسان جون خیلی غلامت. بفرمایید. خیرت بده. قربونت برم احسان. از اون اجراهایی که من دستامو میبرم بالا، قربونت برم. اصلا دیگه نمیتونم بیارم پایین دکمه قرمز رو بزنم. قربونت برم. تشکر. خیلی ممنون. تشکر. احساس میکنم که انگار یه تکتیر انداز نشسته صافم، قلبم رو هدف گرفته زده تو خال. مسئله‌م قلبت برم. میدونی قلبت برم. ممنون. تشکر. خیلی آقایی. ممنون. خیلی گفتش. علی معروفه تو تهران توی قهوه خونه به علی قومی، درسته؟ بله معروف علی قومی ام. تو که ترکی چرا میگن علی قومی؟ والا یک خانم باعث شده اسممو قومی گذاشتن.
چرا؟ دلم تنگ میشد هی تون میرفتم سر میزدم خونه پدر خانمونم به خاطر این بچه خانم من فکر می عاشق اینم همه چی رفتم در این سر میزدم خیلی ممنون تشکر خیلی ممنون خیلی ممنون تشکر خیلی ممنون متشکرم اصلا چیه بابا؟ آقا وایسا خب چرا آخه الله فداش